چیه دقیقا؟ این احتمالا حلقه است خب که با توجه به این نوع تزیین متعلق به دوره هخامنشی. از کجا پیدا شده؟ از توی همین حوضچه سنگی. ولی به نظر مثل خیلی باید کوچیک باشه. میخوره به دست دختر بچه هست شد. ولی با توجه یعنی لایه‌های هخامنشی که ما الان توی این سطح داریم متعلق به دوره هخامنشی. آن را اینجا و در این حفره بزرگ پیدا کردند. 2500 سال قبل کارگرانی در نقش رستم در حال کندن اینجا بودند. احتمالاً یکی از آنها دختر خودش را هم آورده بود که حالا انگشتر گم شده او را باستان شناسان یافتند. اما آنها تنها خاک را بر نمی داشتند، کوه را می تراشیدند. بیش از 10 متر از این کوه را به شکل یک 5 ضلعی تراشیدند تا مخزن آب بزرگی را به وجود بیاورند. آنقدر تمیز و دقیق این کار را انجام دادند که تنها تصور یک مخزن صرفاً برای جمع‌آوری آب کمی ساده انگارانه است. در همین بخش بالای همین مخزن آب شاهد هستیم که احتمالاً در دوران ساسانی مخصوصاً یک کنده‌کاری شده که به هر دلیل این کنده‌کاری ناتمام باقی مونده. اما برای اینکه این مخزن هم در این بخش از محوطه در کار حجاریش میبینیم که از اون بالا شروع شده و این دارای تراش ها و زبر تراش های مختلف هستش. حتی 2 اثر پیش آمده سنگی میبینیم که زبر تراش هستش و احتمالاً در زمان ساخت کاربرد داشته. کاوش‌های باستانشناسی در نقش رستم، جایی که 4 شاه هخامنشی را در این مقابر کنده شده در کوه دفن کرده اند، پس از آن آغاز شد که باران‌های شدید بهاری این ترک‌های بزرگ که بی‌شباهت به ترک‌های فرونشست زمین نبود را نمایان کرد. ترک‌هایی که پیش از این هم به وجود می آمد، اما هر بار با ماکادوم و خاک آن را می پوشاندند. اما این بار بالاخره یک تصمیم جدی درباره اتفاقات مشکوکی که در محوطه پس از هر بارندگی رخ می دهد گرفته شد: حفاری باستانشناسی. اما فقط این نیست و باستانشناسان پس از 90 سال دوباره به مکان آرامگاه شاهان هخامنشی بازگشتند. آخرین بار اوایل دهه 30 میلادی بود که اریک اشمیت، باستانشناس آلمانی آمریکایی، نقش رستم را مورد کاوش قرار داد و از مهمترین دستاوردهای آن زمان کشف کعبه زرتشت و در نهایت مرمت و ساماندهی آن بود. اما آن ساماندهی اشکالاتی هم داشت. ما تلاش کردیم که در مسیر و در امتداد خود این شکاف‌هایی که ناشی از اختلاف خاک در محوطه نقش رستم بوده، این شکاف‌ها رو باز کنیم که دلیل و عمق این شکاف‌ها رو شناسایی کنیم، موقعیتشون رو درک کردیم که درست در مسیر در محل خود ترانشه‌های کاوش پیشین بوده و رانش‌ها هم به این دلیل اتفاق افتاده که این شکاف‌ها به مرور که باز می شده هر ساله آب به درون اینها نفوذ پیدا می کرده و منجر به این شده که دیوارهای پیرامونی هم که خودشون باید حفاظت می کردن شکسته بشن در اثر فشار این خاک سطحی. دور تا دور کعبه زرتشت پر از خاک دستی حاصل از حفاری‌های باستانشناسی است. برای همین در این قسمت ترک‌های بیشتری دیده می شدن. اما این خاک‌های دستی بیشتر در محدوده کعبه زرتشت متراکم هستند و شامل همه محوطه نمی‌شوند، چرا که باستانشناسان تنها با کمی فاصله از ترانشه طویل شرقی غربی محوطه ترانشه مستطیلی بزرگ دیگری درست زیر پای نقش شاپور اول ساسانی باز کردند که منجر به کشف سازه‌های معماری شده است. سازه‌ای که ترک فرونشست بزرگی آن را به 2 نیم تقسیم کرده است. هم از اون طرف و هم از طرف شرق این شکاف
امتداد پیدا میکنه. دلیل رانش در این بخش با توجه به مطالعات ژئوفیزیک در نمای نزدیک به صخره رو تا حدودی شناسایی کردیم، به دلیل اینکه در عمق این صخره در عمق تقریباً 5 متری از سطح شیب پیدا میکنه و این بخش آثار سکونتی روی سطح شیب خود صخره هستش. اما فقط این نیست و حالا در مسیر ترک طولانی شرقی غربی یک سازه معماری دیگر هم خودش را نشان داده است. هنوز هیچ چیز درباره آن نمیدانیم، اما کاوش‌ها در داخل ترک و محدوده سنگچین سازه ادامه پیدا کرد که یک سرپیکان هخامنشی هم پیدا شد. احتمالاً بدنه چوبی و سبک آن به مرور زمان از بین رفته و تنها نوک پیکان آن باقی مانده است. اما کشف این استخر یا مخزن آب دوره هخامنشی یکی از مهمترین کشفیات باستانشناسی در این فصل کاوش بوده است. باستانشناسان هرگز تصور نمی‌کردند که پس از 5 متر حفاری هنوز به کف مخزن نرسیده باشند. کمی پایین‌تر از جایی که پیش از این خاک‌های تلمبار شده بود، آنها با داغی عجیبی در کوه مواجه شدند. هخامنشیان تراشیدن کوه را برای ساختن مخزن به 2 بخش بالا و پایین تقسیم کرده بودند. سطح آغازینی که در واقع به صورت یک داغ است ولی در بخش‌های پایین حکاکی بهتر انجام شده، حتی صیقل شده، یعنی ما زبر تراش نداریم، تا بخش‌های پایین‌تر که سطح صخره تا حدودی خشن‌تر میشه، به نظر میرسه که این میزان کار برداشت سنگی که در این مخزن انجام شده و متعاقباً صیقل کاری که در سطح این صخره انجام شده در خود این مخزن احتمالاً یک کاربرد آیینی سلطنتی داشته. این آب که هم نقش برجسته رو میخواستن در بالای این آب ایجاد کنن و هم بدنه رو خوب صیقل دادن. باستانشناسان کمی پایین‌تر که رفتند، برخلاف فکر اولیه‌شان متوجه شدند این استخر 5 ضلعی نه 3 ضلع سنگی که هر 5 ضلع آن سنگی است و حالا کاملا معلوم شده که با یک کشف باستانشناسی ویژه مواجه هستند. هخامنشیان 2500 سال قبل کوه را به شکل شگفت‌انگیزی تراشیدند و یک 5 ضلعی بزرگ سنگی با عمقی شاید نزدیک به 7 متر به وجود آوردند. اتفاقی شگفت‌انگیز که مشابه آن تا به حال دیده نشده است. اما عجایب هخامنشیان و هوشمندی آنها در معماری و حفاظت از محوطه باستانی نقش رستم فقط به این استخر بزرگ و عجیب ختم نمی شود. در کوه نقش رستم و درست در بالای سر آرامگاه‌های هخامنشی پر از مسیرهایی است که کوه برای عبور آب ساخته است. یعنی آن بالا 10 ها رودخانه کوچک وجود دارد که هنگام بارندگی آنقدر پر آب میشوند تا مثل آبشار از بالای سر نقش رستم به پایین بریزند. هخامنشیان برای این مشکل هم فکری داشتند. ساختاری که در پشت سر من مشاهده می‌کنید حوضچه آرامشیه که در بالای نقش رستم، بالای کوه حسین قرار داره. در دوره هخامنشی به منظور کنترل سیلاب‌های فصلی این منطقه طراحی شده. باستانشناسان نام این حوضچه را حوضچه آرامش گذاشتند. تصاویر این کشف بزرگ باستانشناسی برای نخستین بار است که توسط عصر ایران منتشر می شود. حتی اریک اشمید که تمام محوطه را 90 سال قبل به طور دقیق پایش کرده بود، از وجود این حوضچه آرامش خبر نداشت. در کنار حوضچه آرامش یک تخت سنگ بزرگ هم وجود دارد که ظاهراً از دوره هخامنشیان اینجا بوده است. روی این تخت سنگ هم آبراهی تراشیده شده که احتمالاً کار هخامنشیان بوده تا آبی که بالای سنگ جمع می شده را به داخل حوضچه آرامش بریزند. مهندسی هخامنشیان در طراحی، تراش و ساخت این حوضچه بی‌نظیر و شگفت‌انگیز بوده است. حتی مهندسان و کارگرانی که در دوره هخامنشی برای ساخت این حوضچه
مسیر طولانی کوه را بالا می آمدند کار جالبی هم کردند. آنها این پله ها را در بخشی از مسیر ساختند تا راحت تر تردد کنند. در پایین همین حوضچه آرامش و در کنار مقبره خشایارشاه هم باستانشناسان پس از باز کردن مسیر فرونشست دیگری با چاه آبی برخوردند که احتمالاً به دوره‌های متأخرتر برمیگردد. اما سازندگان چاه درب آن را با بخشی از تابوت سنگی کودکی خردسال متعلق به دوره ساسانی می‌پوشاندند. معلوم نیست آن را از کجا آورده بودند. ترک فرونشست و فرونشستی که از این ترانشه عبور کرده تا بیرون از محوطه ادامه دارد و علت آن استفاده از آبهای زیرزمینی توسط کشاورزان منطقه است. اتفاقاتی که در اثر فروش رستای بارندگی در این محوطه اتفاق افتاد، مطالعات اولیه و آغازین به ما نشان داد که این محوطه خودش ما رو راهنمایی میکنه که ما باید برای اون چه کار کنیم. به زودی با پایان کاوش‌های باستانشناسی، ترانشه طویل شرقی غربی محوطه که به بیش از 300 متر هم میرسد، تبدیل به یک کانال زهکش برای جمع‌آوری آب‌های سطح ارضی محوطه خواهد شد تا در نهایت به داخل استخر بزرگ آب متعلق به دوره هخامنشی بریزد و آنجا کاربری‌های تازه‌ای برایش تعریف شود. احیاء این استخر یا مخزن بزرگ آب، بازگرداندن سیستم آبرسانی محوطه به دوره هخامنشی خواهد بود. همه این گسل‌ها کنترل و پایش سالیانه انجام می شده. به همون نسبتی که آب کنترل می شده، سیستم های آب لایروبی می شده و هدایت آبها انجام می شده، به همین نسبت در دوران معاصر و مطالعات باستانشناسی به ما این محوطه میگوید که ما باید سیستم های دوران خود این محوطه در دوران هخامنشی رو احیا کنیم. اما محوطه باستانشناسی نقش رستم نیاز به مرمت‌ها، مراقبت‌ها، حفاظت‌ها و توجه بیشتری دارد. این محوطه پس از 2500 سال حالا در خطر است و اگر این مراقبت‌ها به طور منظم و دقیق هر ساله انجام نشود، آرامگاه شاهان هخامنشی بیشتر از قبل در خطر فرسایش و نابودی قرار می‌گیرد.